دوستان من در آینده میخوام یه ویدیویی بگم چون این دوست داری من فقط الان همون میبینیم احتمالش زیاد توی همون نبینیم من حالا ویدیوشون رو الان آپلود میکنم دوستان اول میان اون همون معرفی میکنن بعدش ما یه 5 دقیقه 10 دقیقه استراحت میکنیم بعد دوباره میان با یه چالش هر نوع چالشی میتونه خب بهمون این برنامه وارد شه علیرضا باهاش آشناییم سلام خب بگم علیرضا سانتوش هستم متولد تهران سال 1391 چند ساله 13 از کجا؟ از تهران به دنیا آمدم ولی همه خانواده‌م قزوینی هستن. حالا تاریخ تولدم 10/2/1391 خب به کفشم هم از 1 تا 10 نمره بدید کفش جدیدم کفش خریده اینقدر به ما پوز داده ما رو کشته چیز بهترین کفشمه که تو از الان خریدم خب دوستان ما یه استراحت میکنیم برمیگردیم گفتم سری چالش آرت نستو